بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم با قسمت جدید برنامه گناهان کبیره خدمت شما عزیزان و سروران هستم. البته در این قسمت از برنامه گناهان کبیره میخواهم در مورد گناه بزرگ دیگری از گناهان بزرگ صحبت داشته باشیم. عنوان این قسمت یا گناه بزرگی که در موردش صحبت میکنیم تهمت و یا تهمت زدن به زنان پاک دامن است. تهمت زنا، تهمت بدکاری زدن به زنان عفیفه و پاک دامن، زنانی که مرتکب گناه زنا نشدن. اگر کسی به آنها این تهمت را بزند که گویا او زنا کرده است، پس این انسان تهمت زننده در حقیقت مرتکب یکی از گناهان بزرگ شده است. و بزرگی این گناه را ما از اینجا نیز می‌دانیم که از جمله گناهانی که در دنیا برای آن حد تعیین شده است از جانب الله متعال، یکش همین تهمت زدن به زنان پاک دامن است که الله متعال برای تهمت زننده حد تعیین کرده است. مثل که برای زناکار حد تعیین کرده، مثل که برای دزد، کسی که دزدی میکنه و سرقت میکنه، برای او حد تعیین شده. برای کسی که تهمت میزنه به زن پاک دامن، برای او نیز حد تعیین شده است که این حد را حاکم و زعیم مسلمانان بر او جاری میسازد و تنفیذ میکند. الله متعال در مورد این گناه بزرگ و کسانی که مرتکب این گناه شنیع میشوند میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم. یقینا کسانی که تهمت میزنند، تهمت زنا و بدکارگی را میزنند، به کی؟ المحصناتی، به زنان آزاد و زنان پاک دامن. الغافلاتی، زنانی که اصلا از گناه زنا خبر ندارند، مرتکب این گناه نشدند، بیخبرند، اما کسی میآید این زن آزاد عفیفه پاک دامن بیخبر را تهمت میزند. الغافلات المؤمنات، که این زنان پاک دامن بیخبر مؤمن نیز هستند. کسانی که به زنان آزاد پاک دامن بیخبر از این گناه و مؤمنه تهمت زنا میزنند، اینها را الله متعال مورد لعن و نفرین قرار میدهد و میگوید لعنوا فی الدنیا والآخره. اینها مورد لعن و نفرین قرار گرفتند در دنیا و در آخرت. ولهم عذاب عظیم، و برای اینها عذاب بزرگی را الله متعال آماده کرده است در روز قیامت. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم. در آن روز، در روز قیامت، شهادت و گواهی میدهد بر علیه این تهمت زنندگان السنتهم، زبانهایشان. زبان آمده شهادت میدهد که این انسان تهمت زن توسط من تهمت به دروغ زد. و ایدیهم، دستانش نیز آمده شهادت میدهند که بله، این انسان توسط من دست به سوی یک زن پاک دامن عفیفی بیخبر مؤمنه اشاره کرد و او را متهم به زنا کرد. و ارجلهم، پاهایش نیز در آن روز شهادت میدهند که بله، توسط من این انسان رفت، به این گفت، به آن گفت، هر طرف این خبر دروغ و تهمت را
نشر و پخش کرد. بما كانوا یعملون، به گناهی که اینها کردن، کاری را که اینها انجام دادن، زبانها و دستها و پاهایشان در روز قیامت نزد الله متعال شهادت و گواهی میدهند. الله متعال در آیه دیگر میفرماید که والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلده. در این آیت حد کسانی ذکر می شود که آنها به مسلمانان پاکدامن تهمت زنا را میزنند. کسانی که تهمت میزنند به زنان آزاد و مؤمنه و پاکدامن، ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، سپس 4 شاهد را حاضر نمی کنند بر این تهمتی که زدند. 4 شاهد عادل باید بیایند و شهادت بدهند که واقعا این زن مرتکب چنین عملی شده است. اگر شاهدی نداشتند، گواهی نداشتند، تنها ادعا و اتهام خود اینها بود، پس چیکار بکنید اینها را، این تهمت زنندگان را؟ فجلدوهم 80 جلده، اینها را دوره بزنید، 80 دوره بزنید. ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا. یکی اینها مورد دوره زدن قرار میگیرند که باید 80 دوره زده شوند، کسانی که تهمت به زنا میکنند زنان پاکدامن را. جزای دیگری اینها چی است؟ ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا. بعد از این هیچگاه شهادت و گواهی اینها در هیچ امری قابل پذیرش نیست. اینها اگر بعد از این دوره خوردن بیان در مورد یک قضیه دیگری شاهد شوند، شاهد یک کسی دیگر شوند، شهادت بدهند، گواهی بدهند در مورد معاملات، در نکاح و در غیر امور، شهادت اینها پذیرفته نمی شود. این عذاب دیگری از جانب الله متعال بر اینهاست. و اولئک هم الفاسقون، اینها انسانهای فاسق و نافرمان هستند. الله متعال در این آیات عظمت و بزرگی این گناه را بیان می کند که این گناه چقدر گناه بزرگی است که مرتکب این گناه مورد لعن و نفرین الله متعال قرار می گیرد و هیچگاه شهادت او پذیرفته نمی شود و او 80 دره نیز می خورد و در قیامت الله متعال برای او عذاب بزرگی را نیز آماده کرده است و در قیامت دست و پا و زبانهای او علیه او شهادت و گواهی می دهند و الله متعال آنها را از جمله فاسقین نیز در قرآن کریم می خواند. در صحیحین روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که من قذف مملوکه بالزنا اقیم علیه الحد یوم القیامه. کسی که در این دنیا بالای مملوک خیش، بالای کنیز خیش، بالای غلام خیش تهمت زنا را در این دنیا میزند در حالی که او مرتکب زنا نشده بود، این انسان را الله متعال در روز قیامت حد قذف را بر او در قیامت جاری می کند. پس وقتی که کسی که به غلام، به کنیز تهمت بزند، الله در قیامت حد را بر او جاری و ساری می سازد. آنهایی که به زنان پاکدامن، به زنان آزاد و مؤمنه تهمت می زنند، جزای اینها چی خواهد بود؟ چقدر بزرگ خواهد بود؟ در صحیحین از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حدیثی نقل می شود. این حدیث دلالت بر این می کند که هر چیزی که ما می گوییم، حرفی که ما می زنیم توسط زبان خود، در مورد این حرف های ما مورد بازجویی قرار می گیریم، مورد حساب و محاسبه قرار می گیریم و باید در مقابل هر حرفی که می گوییم پاسخگو باشیم. این حرف ما اگر در باب اتهام باشد، اگر حرف ما در حقیقت تهمت زدن به یک زن پاکدامن، به یک مرد پاکدامن باشد، اینجا چطور میتونیم که در مقابل این حرف خود پاسخگو باشیم؟ چی پاسخی داریم در آن روز وقتی که دست و پا و زبان ما نیز علیه ما شهادت و
گواهی میدهند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که ان الرجل لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها. یقینا مردی که حرف را میزند، یک مرد حرف را میزند، حرف را به زبان میارد، اما در مورد او تحقیق و تثبت نمی کند، جستجو نمی کند، تلاش نمی کند که آیا این حرفی که میزنم درست هست، واقعیت دارد، راست هست یا خلاف حقیقت و خلاف واقعیت هست. تحقیق نمی کند، بررسی نمی کند، همینطور هر حرفی که به زبانش آمد و به دهنش آمد می اندازد و می گوید بدون اینکه تحقیق و تثبت و جستجو بکند. خب چه کار می شود؟ یزل بها فی النار. با حرفهای بدون تحقیق، بدون بررسی شده، با حرفهای ناسنجیده انسان فرو می رود. کجا؟ فی النار، در جهنم، در آتش فرو می رود. ابعد مما بین المشرق و المغرب. چقدر فرو می رود؟ به اندازه فاصله بین مشرق و مغرب. بین مشرق و مغرب چقدر فاصله است؟ انسانی که حرف بدون تحقیق و بدون تحقق و بدون جستجو را به زبان میارد، این انسان به خاطر حرف ناسنجیده و حرف غیر واقعی و غیر حقیقتش در قیامت در آتش فرو می رود به اندازه فاصله بین مشرق و مغرب. اینجا معاذ بن جبل رضی الله عنه تعجب کرد و فرمود که یا رسول الله و انا لمؤاخذون بما نتکلم به. با تعجب پرسان کرد معاذ رضی الله عنه ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا واقعا ما مؤاخذه می شویم، مورد بازخواست و مورد بازپرسی قرار می گیریم، مورد بازجویی قرار می گیریم در آخرت در مورد چیزهایی که می گوییم؟ آیا در برابر حرفهای ما نیز در روز قیامت مؤاخذه می شویم و مورد حساب و کتاب قرار می گیریم و از ما در این مورد پرسان می شود؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جواب صحابی جلیل خویش معاذ رضی الله عنه فرمودند که ثکلتک امک یا معاذ، تو را مادرت گم کند ای معاذ، و هل یکب الناس فی النار علی وجوههم الا حصائد السنتهم. ای معاذ، تو چی میگی؟ آیا در روز قیامت جز حاصل و ثمرات زبان، جز حرفهای انسانها، آیا چیز دیگری هم هست که او را با سر به جهنم فرو ببرد؟ این وعید شدیدی است. یعنی در قیامت انسانهایی را با سر به جهنم انداخته می شود که با سر می روند داخل جهنم فرو می روند. به سبب چی؟ به سبب حرفهایشان. گناهشان چی است؟ گناهشان از زبانشان بیرون شده، گناهشان از میان دو لبشان بیرون شده. گناه دهن هست، گناه زبان هست که انسانهایی را در قیامت با سر به جهنم فرو میبرد. علیاذ بالله. پس وقتی که حرفهای این طرف و آن طرف انسانها باعث می شود که او با سر در جهنم فرو برود، پس توقع ما چیست؟ کسی که حرفش تهمت باشد، او هم بر یک زن پاکدامن عفیفه طاهره مؤمنه بیخبر از این گناه. این حرف واقعا خیلی بزرگی است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما را متوجه می سازند که باید متوجه حرفهای خود باشیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. هر کسی که ایمان به الله دارد و ایمان به روز رستاخیز و به روز قیامت دارد، یا حرف نیک بزند، اگر حرف نیک برای گفتن ندارد فلیصمت، حداقل سکوت کند، سکوت اختیار کند، نه اینکه حرفهای چرت و پرت و این طرف و آن طرف، دروغ و غیبت و دشنام و بالاتر از او تهمت به زن پاکدامن، تهمت به مرد پاکدامن، حرفی که باعث آبروریزی یک مسلمان شود، باعث آزار و اذیت یک مسلمان شود، نگوید این حرفها را. اگر حرف نیک و حرف خوب
برای گفتن دارد بفرماید، اگر ندارد سکوت کند. این سکوت باعث نجات او می شود. من صمت نجا، کسی که سکوت اختیار می کند، صمت اختیار می کند، خاموشی اختیار می کند، از بسیار چیزها نجات پیدا می کند. هر یک از ما و شما بارها چنین می شود که بعضی وقت حرف را می زنیم، حرف را می گوییم، اما دقایق بعد، لحظات بعد، وقتی که با خود فکر می کنیم اشتباه کردیم، پشیمان می شویم، حسرت می خوریم، ای کاش خاموش می ماندم، حرفی نمی گفتم. پس وقتی که در دنیا این حالت ماست، بارها در مورد حرفهایمان پشیمان می شویم و حسرت می کنیم که کاش سکوت می کردم در آن لحظه و همچون حرف را به زبان نمی آوردم و نمی گفتم. در روز قیامت اگر این حرفها وقتی که مورد حساب و کتاب قرار بگیرد و انسان‌های به خاطر همین حرفهایشان با سر به جهنم فرو می روند، آنجا چقدر و در مقابل چقدر از حرفهایمان نادم و پشیمان خواهیم بود و حسرت خواهیم خورد که کاش سکوت می کردیم. پس حالا فرصت داریم که در مورد بسیار چیزهایی که نمیدانیم سکوت اختیار بکنیم. الله متعال می فرماید که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هیچ انسانی هیچ حرفی را به زبان نمیارد مگر در نزد او مراقبی هست، کاتبی هست که هر حرف او را می نویسد و در روز قیامت در مورد همین حرفایی که می گوییم پرسان می شویم. عقبه ابن عامر می آیند نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که این آیت را می شنوند می گوید عقبه ابن عامر که یا رسول الله من نجا، ما هر حرفی که می گوییم خداوند ملائکه های را همراه ما مراقب گذاشتن، با ما لازم هستن، هر جایی که می رویم هر حرفی که می زنیم می نویسن و در روز قیامت در مورد این حرفها ما پرسان می شویم من نجا، نجات در چیست؟ نجات در کجاست؟ خب ما انسان هستیم، حرفی میزنیم، بعضی وقت حرف خوبی است، بعضی وقت حرف اشتباهی است، بعضی وقت دروغ میگوییم، بعضی وقت غیبت میکنیم، بعضی وقت مسلمان را لعن و نفرین میکنیم و بعضی وقت هم کسی را تهمت میکنیم، کسی را غیبت میکنیم. من نجات در کجاست؟ از این آفت زبان نجات در چیست ای رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ کی سوال کرد؟ عقبه ابن عامر. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زبانشان را بیرون کردند، گفتند امسک علیک لسانک، این زبانت را حفاظت بکن، نگهداری بکن، زبانت را نگهدار، این را حفاظت بکن. ولیسعک بیتک، خانه تو برای تو کفایت بکنه. همون گونه‌ای که حرف زدن بیجا انسان را به هلاکت ها میرساند، گشت و گذار بیجا هم انسان را به هلاکت ها میرساند. خانت برای تو باید کفایت بکنه، بدون ضرورت این طرف و آن طرف رفتن مناسب نیست. وابکی علی خطیئتک، اگر خیلی زیاد وقت داری، بجای زیاد کردن وقتت این طرف و آن طرف حرف زدن در مورد این و آن، بنشین با خود و بر گناهانی که از تو صورت گرفته، از دستت، از زبانت، از پایت، از چشمت، از گوشت، گناهانی که کردی، بر گناهانت گریه بکن لحظاته. و ان ابعد الناس الى الله القلب القاسی، چون دورترین مردمان از الله متعال کسانی هستند که دلهایشان سخت است، سنگ دل شدن، اشک برای الله نمیریزند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری میفرمایند که ان ابغض الناس الی الله الفاحش البذی، بدترین مردمان نزد الله متعال همان فحشگوی بد زبان است. یتکلم بالفحش، سخن فاحشه و بی‌حیایی میزند، و ردیء الکلام، و حرفهای پست و نازیبا
به زبان میارد. اینها بدترین مردمان نزد الله متعال هستند. پس وقتی که سخن بد و فحشگویی گناه بزرگ باشه که انسان را مبغوض‌ترین انسان نزد الله متعال بگرداند، کسانی که زبانشان را از این درازتر میکنند، بالای ناموس یک مسلمان زبان درازی میکنند، بالای آبرو و حیثیت و شرف یک انسان مسلمان و مؤمن زبان درازی میکنند و یک زن مسلمان، یک زن مؤمن، یک زن پاک دامن، یک مرد مؤمن، یک مرد پاک دامن و یک مرد مسلمان را متهم به گناه و متهم به زنا میکنند. این وضعیت این کجا خواهد بود؟ این در چه هلاکتگاه خود را در حقیقت پرتافته است. الله متعال همه و شما را حفاظت بکند که در مورد هیچ کسی حرف نازیبا نگوییم و هیچگاه هیچ مسلمانی را متهم به زنا نکنیم. تهمت زنا سخن بسیار بزرگی است. هیچ وقت در مورد هیچ مسلمانی این اتهام را نبندیم. اگر ما زنی را میگیم که این زانی است، یا میگویم ای زانی، ای بدکار، یا شوهرش را میگویم که خانومت چنین است، یا با فرزندش بگویم که تو حرامزاده هستی، تمام این حرف ها در حقیقت تهمت به زن پاک دامن است، تهمت به زنا است. اگر شریعت اسلامی تطبیق شود باید اینها 80 دوره با این حرف ها زده شوند. الله متعال همه ما شما را حفاظت بکند که زبانهای خود را نیز حفاظت بکنیم تا با زبان مرتکب گناههای بزرگ نشویم. تا قسمت بعدی، تا گناه بزرگ بعدی، همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.